سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 24 نوامبر همراهی شما. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند تحقیق پرونده جنایی امیرخان حاتموف دانشجوی دانشگاه دولتی شهر کولاب را ادامه می‌دهند که او به قتل خونسردانه دو دانشجوی دیگر متهم می‌شود. وزارت امور داخلی روز 24 نوامبر در وبسایتش خبر داد که شام 21 نوامبر ضمن خوراک شام خوردن 5 دانشجوی دانشگاه کولاب جنجال برمیخیزد و امیرخان حاتموی 23 ساله دانشجوی سال پنجم فاکولته تاریخ و حقوق از ناحیه تیمورملک، نوروزشاه سید احمدی همسالش و حکیم جان محمد علی 19 ساله دانشجویان سال سوم فاکولته تربیت جسمانی را با کار زده و کشته است. بنا به گزارش‌ها امیرخان در حالت مستی این جنایت را صادر کرده است و ممکن است تا به 20 سال زندان محکوم شود. در تاجیکستان روزی پرچم ملی را تجلیل کردند که به گفته مقامات این جشن در بالا بردن خودشناسی و یک پارچگی ملت مساعدت می کند. بر طبق گفته شهرداری دوشنبه در راهپیمایی ادانه به مناسبت روزی پرچم شام 24 نوامبر 8,500 نفر راهپیمایی کردند. حکومت تاجیکستان سال 2009 روز 24 نوامبر بلندترین پرچم در جهان را برافراخت و از همان روز در کشور این عید را تجلیل می کنند. در تاجیکستان قیمت ارد یکی از مواد اصلی غذایی در یک ماه اخیر بالا رفت. مثلا یک ماه پیش 50 کیلو ارد 145 تا 150 سامانی بود، اما حالا قیمت ارد به مرز 160 سامانی رسیده است. بالا رفتن ارزش دلار و همین گونه پایین آمدن قرب سامانی قیمت ارد را که عمدتاً از قزاقستان و روسیه وارد می شود بالا برده است. هرچند به گفته فروشندگان ارد حالا قیمت ها به پایین حرکت می کنند. روزیره است 145 تا 155 بازی. آن از اخیروی بود پیشتره یک نرخشون قیمت رفته بودن بالا 165 170. بنا به پیشگوی متخصصان ممکن است نرخ ارد و گندم در تاجیکستان امسال به دلیل حاصل فراوان در قزاقستان و روسیه زیاد بالا نرود. در تاجیکستان هر سال در داخل کشور تقریباً 800,000 تن غله‌دانه تولید می شود، اما برای طلبات داخلی کافی نیست و برای همین تاجیکستان صدها هزار تن ارد و گندم را از روسیه و قزاقستان می خرد. حکومت ولایت سوخت آزمون ولایتی در بین خبرنگاران را جمع‌بست کرد و به 27 خبرنگار رسانه‌های حکومتی و خصوصی در ولایت برای به گفته مقامات انعکاس موضوعهای مهم و داغ جایزه داد. خبرنگارانی که موضوع و مشکلات عمده عرصه کشاورزی و صنعت ولایت سوخت را در نشریه و تلویزیون و رادیوها انعکاس کردند از 7,500 تا 1,500 سامانی جایزه گرفتند. آزمون مذکور ماه ینور اعلان شد و به گفته برگزار کنندگانش شرط‌های اساسی آن بازتاب مسئله و مشکلات داغ روز ولایت، آشکار کردن کمبودی و نقصان‌ها و پیشنهاد برای اصلاح آنها بود. حکومت شهر خوجند ماه مارس امسال در روز مطبوعات تاجیک به گروهی از خبرنگاران ولایت برای خانه‌سازی زمین هم داده بود. دسته استقلال دوشنبه در بازی نهایی جام فوتبال تاجیکستان بر ریگر تدز ترسنزاده پیروز شد و برای بار چهارم این جایزه عالی فوتبال کشور را به دست آورد. در این بازی که روز 23 نوامبر در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور با حضور 7,000 تماشابین برگزار شد، دسته استقلال فوتبال بازان ترسنزاده را با حساب 5-2 شکست داد و از این پیشتر دسته استقلال همچنین قهرمان تاجیکستان شد. و اخباری از این هم بیشتر با ویدیوهای دیگر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.